دخترم تاج سرم، ای امید و باورم، تو مسیر زندگیم تنها تویی هم سفرم. دست تو آرام بشه قلب من عزیز من، تو مسیر سختی و تویی هم مسیر من. تو فرشته زمینی، تو برام بهترینی، تو یه نعمت الهی، یه قطره از خدایی. وقتی عشقت میریزه من میخوام که بمیرم، آخه مگه میتونم چشاتو گریون ببینم. دخترم، بختم، زرم، بال و پرم، معنی عمرم، سمایم، اخترم. السلام علیکم عزیزان، بیننده های عزیز و تماشابینان، مخلصان عزیز شبکه شهنان. امروز جمعیت تبریکاتی شهنان در محفل و در روز خورسندی مردم اقصای عظیم در طلبان ماه انبر و زاهد جان اشتراک کرده ایستادیم. امروز دختر نازنین به خاندان پدر و مادر اولین مراتبه مهمان شده آمده ایستادند. از نام مادر عزیز که مرجانایتی هم پدر هم مادر شده دو دختر نازنین را با یک آرزوهای نیک، با یک نیتهای نکو و همه آن آرزوهایی که دارند البته با آن آرزوها رسانده صاحب بخت و عائله کردند. بگذار همیشه صحت سلامت باشند، در مسافرت میگردند برای همه فرزندان عزیزشان. امروز از نام مرجانایتی فرزند عزیز را شادباش میگوییم، تبریک میگوییم. با ما باشید، با شبکه شهنان ما آغاز میکنیم. رفتیم. سلام ای دل، سلام ای نور دیده، سلام بر مردم فرهنگ دیده. سلام ماست که عاشقانه، سرود است و درود است و ترانه. السلام علیکم شه و عروس، السلام علیکم پدران، مادران عزیز، مردم سربلند آقصای و محله فرقت. همه شمایان را به امروزه طربخانه زیبا، به امروزه طلبان ماه انور زاهد جان خوش آمدن میگوییم. قدمهایتان را بالای دیده میدانیم. مهمانان عزیز، امروز از نام مادر عزیز که برای سه فرزند، برای فرزندان عزیزشان هم پدر هم مادر شدند، دو دختر نازنین را صاحب بخت، صاحب عائله کردند. با یک مهنت‌های حلالشان که طول چندین سالها در مسافرت کار کرده آنها را به آرزوهای خود رساندند، با نام نیک صاحب بخت کردند. امروز از نام مرجانایتی دختر نازنینشان را با طلبانشان تبریک میگوییم و البته پیش از آن رمز تشکر را برای پدرشان، برای نرزی بابا، برای مادرشان رفاعت بیوی و برای تقاجانهای عزیز سه تقاجان، برای ینگ پاشا ها میرسانیم که هر وقتی که مرجانایتی در مسافرت میگشتند جای شادروان پدر را، جای مادر را نشان ندادند. همه فرزندان را مانند گوهره که چشم نگاه کردند، آنها را صاحب بخت و صاحب عائله کردند و آنها مهر و محبت خود را رساندند. برای نرزی بابا هزاران رحمت میگویم که چنین انسانی خاکسار، چنین انسانی اصیل هستند و فرزندهای نیکنام دارند. برای رفاعت بیوی مادر جان عزیز هزار رحمت تشکرها میگوییم. رفاعت بیوی همیشه در سر فرزند و نبیره ها همراهی نرزی بابا دعاگوی شده گردید. شمایان هستید که آنها یگان غم و دردی ندارند. و تشکر دختر نازنینتان را که همیشه در مسافرت برای فرزندان میگردند برای شما میرسانیم. و البته مادر جان عزیز، مادر عروسی کریم پاشای شبه ما مقصود اپا، هزار رحمت برای شما که همراهی عائله رشته خداوند را پیوست کردید. حاضر مرجانایتی میگویم و میفهمم که با چنین عائله خاکسار، با چنین عائله نکو و نامی رشته خداوند را پیوست کرده. بگذار این رشته ها هزار ساله ها باشد و شه و عروس یک جایه در خدمت مادر عروس، پدر عروس در خدمت ما باشد
همیشه نامبرداری ما کردن و هیچ وقت در مقامشان را نبینیم. امروز بر جنایتی دختر نازنینتان و خاندان شما اولین مراتبه مهمان شده ایستاده است. اولین مراتبه به خاندان شما مهمان شده قدم گذاشته ایستاده است. مهمانان امروز آه دل و البته آرزوهای برجنایتی را برای دخترشان برای ماه انبر میرسانه. دخترم بختم زرم بال و پرم، دخترم بختم زرم بال و پرم، معنی عمرم سمایم اخترم. با لبی خندان و چشمی اشکبار میروی امروز ز درگاه و درم. یاد دارم کودکیت آن زمان، دستی من بگرفته تازان می شدی، لیک از من در فتاده ناگهان بر زمین افتاده گریان می شدی. دخترم لایق به همسر گشته ای، در بهشتی عشق دلبر گشته ای. شکر می گویم ز درگاه خدا قطره از حوض کوثر گشته ای. دخترم صدق و صداقت پیشه کن، عشق با مهر و وفا هم ریشه کن، تا که گردد نهالی عمر با بقا از بد و نیکی جهان اندیشه کن. دخترم پندی مادر را یاد کن، با تحمل باش عمر آباد کن. راضی میمانم ز تو در دو جهان، گر ز تو راضی بماند همسرت. جان من آباد بادار خانه‌ات، تکیه بر داماد بادار شانه‌ات. سوی بختت میروی جانی مادر، میکنی آباد درگاهی دیگر. دیگر را میشوی نوری بسر، خوش قدم باش ای جان و جگر. وقتی نیکت هست از چشمت عیان، اشکهایت از پاکیت باشد نشان. میدهم این دم تو را از جان دعا، تا ابد باشد نگهبانت خدا. ماه انبر همراهی زاهی جان خوشبخت باشد. زاهی جان پیدا مبارک باشد. خدا کند که سال آینده از خاندان پرفیضتان آوازی زنگوله گوهاره برآید. مرجانایتی همراهی مقصود اپا یک جای در سر یک نه دو گوهاره را مرجانایتی برداشته بیاین و خاندانتان به گوهاره بندان شود. در سر گوهاره نبیره ها نشسته الله های ناز را خواندن برای دو مادر کلاغان نصیب کند. میگوید پیدا مبارک باشد. میگوید خوشبخت کسی است که خدمت یار کند، هر جا قدم نهاد گلزار کند. زنگوله گوهاره و گریه طفل هر صبح و راز خواب بیدار کند. در خانه امروز توی است در خاندان شما. امروز از نامکشان مغز از شیرین نبیره شیرین شما صاحب بخت شدند. بگذار بقا و قدم باشد در خاندانی که بخت است نامش و اون خاندان همیشه خوشبختی سعادتمندی برای شما عبیره های شیرین را نصیب کند. امروز شب مراد است. در این لحظه ها چقدر دعا کنیم، چقدر نیت کنیم کم است. ببینیم من تمنا میکنم این دو عروس مادر شود. آرزو دارم نخست فرزند او پسر شود. نامبرداری زاهد جان گردد میانی مردمان، نام فرزندی نخستین نام پیغمبر شود گفتگی ها. یک قصه که سه میوانه زنیم توی در این خانه مبارک باشد. بگیر تشکر. و البته در اینجا از نام مادر عزیز، از نام مرجانایتی، از نام خواهرتان و از شهر امورس که از نام آلیم جانکه برای عروسی نازنین ما گوشوارهای طلا، انگشترین طلا و البته گردنمانه طلا است. مرجانایتی خودتان پیشکش میکنیم برای دختر نازنینتان. مرحمت.
در بحر و برم گوهر یک تاس نمیرد در باقی سخن بلبل گویاس نمیرد. امروز عزیزان بابا جان، عزیزان پیر خاندان برای یک گوساله گفتند بگذار کلام سعود شروع تدقیق زیاد شود خاندانشان گفتند برای امروزه در بیرهشان توفه ساختند هر دویتان عزیزان بابا بویی یک تا آغوشکن تبلیغ میکنیم در بیره را برحمد بسر ایفا پیش در بیره برحمد مبارک باشد. سرگوله ززامی برادر شدارم جانکه از شهر اوروسکی یک حوله گفتن خطا نکنه با مجلسه زیبا برای نوخانداران بگذار مام شما تو علمی حضرت داوود با کار کردن گفته با چنین یک کمی اجزام برادرشان اجزام عالم جانکه برای امروزه شب و عروس برای زاوی جان ماه اکبربانان توفه ساختن مبارک باشد و البته اجزام کمای کلامی دستگیری کرد تبلیغ کرده آموز کردن میره شما مرحبت همانی کلامی مرحبت عزیزان باز رو تمام عزیز سلام نیم مرحبت حتی آموز کردن تبلیغ نیم شما که بچه مادری کردن یک شما که همیشه از حال و احوال خبرگیر و مصلحتی دوگانه بودن سه یک ها کلیدهای نازنین رفاقگیری مرحمت جیانهای نازنین نشان دختران و بیره‌های نزیبا مرحمت عبدالشهید پیلا مبارک باشد. منصوبه حضرتم بستیبال از دیمه مرجانه همی جدا منصوبه این رشته های خداوندی هزار ساله از این لحظه های خورسندی را برایتان مبارکباد می‌گوییم شما عروسی نو را نو خاندانان را یک تشریح کردید تبریک کنید مرحمت السلام علیکم مهمانای عزیز خوش آمدید و همین طلبخانه باز یک بار دیگر خوش آمدید خوشبخت باشید بخناک شوید رحمت مرجانه کی مرحمت خوش آمدید خوشبخت رحمت اون خداها از صحنه رفتنش نیست امروز کنیم ببینیم که چقدر انسان ها برای تبریکی شما آمدن حاضرت سرود شیخ میمانیم یک جایه میرقصیم خورسندی میکنیم تا آن دم که عروسی نازنین پیراهنی نو را وطن کردنشان ما سرود میمانیم زن بانوان خیش و تباران را برقص تکلیف میکنیم میرقصیم خورسندی میکنیم بعد از آن باشد امروز شادیانه را دوام میکنیم مرحمت سرودهای شیخ برای شما
یاد تو هر شب داستان میدادیسم جای تو قدم کاری عزیزم جگر من سر من شب و بیا مسوی من دنیای من دلبر من مهداد مشکل شبای من جگر من سر من شب و بیا مسوی من دنیای من دلبر من مهداد مشکل شبای من جای تو قلبم پایی عزیزم جگر من سر من شب و بیا مسوی من دنیای من دلبر من مهداد مشکل شبهای من جگر من سر من شب و بیا مسوی من دنیای من دلبر من مهداد مشکل شبهای من
La
بار دیگر اشتهاهایتان کیفیت خوش را آرزومندیم. امروز بدون این روزا صحنه را انتخاب نکردند که داوودبک خردکک ما نیز جشن زادروز دارد. مادرشون نزدیکتر بایستیم. داوودبک زادروز مبارک. چند بدن آمده امروز؟ مکتب خوان شدیمی؟ چندم سی؟ یکم. شعر میدونمی؟ میدونم. خوری بابا. خاطرش برآمده جشن زادروزش مبارک باشد. در آینده همین نرزی بابا و رفاعت خاله از پشت نبیره کلیدها آوردند. حضور حلاوتش را مادر و پدر اهل آینه دیدنش نصیب کند میگوییم. زادروزش مبارک، میلاد عمرش مبارک باشد. مانند تقاها، مانند نیاگان خود انسانی اصیل شود و نیکنام شود. حاضر یکتا اینجا تبریکش بدستن داوودبک تبریک ازیاد کردگی میتو مرحبا. من خانم کلام بشم میلیسم بشم آنم دادم در رحمت میگو برای کلام کدگیشون رحمت حاضر باشد از نام خانه جانتان از نام مرجان آیتی برای شما یک تا پدرکه هست مرحمت خداشان میسپارم. مبارک باشد. یک تا خرسک میزنه میخوانم. تشکر. از نام پدرشان بزرگوارک، از نام برادرشان عالم جانک از شهر امورسکی امروز داوودبک را تبریک میگیم و مهمانان از همه گنجینه به بها کنید که عمر است و وقت است آن گنجینه شما را کمش را گرفتیم. حضور میپرسیم در خدمت شما جماعی شهنام بودن همیشه در لحظه های خرسند شادیانه در خدمت شما هستیم. در زیبا تبریک میگیم. زادروزی نبیره مبارک باشد. تشکر برای دقتتان. هزار رحمت. اینک عزیزان دل این لحظه های خرسندی شادیانه نبیره های نرزی بابا و رفاعت خاله را همراه شمایان به هم دیدیم. با ما باشد میگویم خود را احتیاط کنید. در این هواهای خنک برای شما گرمی خرسندی شادیانه را آرزومندیم. با ما باشد. با شبکه شهنام سلامت باشد. روزی ناز ببینید.